بسم الله الرحمن الرحیم. مریم کبیری هستم، مسئول تولیدی یونیک دیزاین که به سال 2017 فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردم و اولین خانومیم که در قسمت کارهای لیزری و سنکری فعالیت دارم و خوشبختانه تا امروز دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیری داشتم و خوشحالم از اینکه توانستم حداقل زمینه کار به اوی خانمایی که علاقه‌مند این فن و حرفه بودن فراهم بسازم و فارغین زیادی در این عرصه داشتیم. بیشتر محصولات ما، اکثر محصولاتی که تولید میکنیم در قسمت لوازم خانه و تزیینات سنگی، جعبه‌های آجیلدونی، جعبه‌های دستمال کاغذی، جعبه‌های زعفران برای شرکت‌ها، در قسمت تبلیغات شرکت‌ها، استندها و بنرها، لوگو همچنان کار میکنیم و بیشتر تزیینات برای لوازم خانه. همچنان برد یا ویژگی کار ما به اینه که متفاوت بودن و یک نوآوری در کار داریم و همین باعث از این شد که بیشتر مورد استقبال مردم قرار بگیره. به نظر به سلیقه هم‌اقشار جامعه لوازم تولید میکنیم. در صورت برنده شدن به تندیس باعث از این میشه که کار ما رشد بیشتر کنه. حداقل بتونم به چند تن از خانم‌های دیگرم که علاقه‌مند در این بخش علاقه‌مندم زمینه کار فراهم بسازم.